غیرت مردان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اتکا به ایمان، تلاش و مجاهدت در عرصه علم و فناوری راه مردی همچون تهرانی مقدم و شفیزاده را پرتوان ادامه می‌دهند و همراه با سردار غیرتمندشان امیر علی حاجی زاده عزیز کابوسی دائمی برای صهیونیسم غاصب شده‌اند و دور نیست آن روز که به یاری خدا اسرائیل را نابود کنند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. نیروی هوافضا، دلاور مردان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آماده‌اند تا نمایش قدرت خود را در مقابل دیدگان پرمهر و صفای شما ملت شریف، عزیز و سربلند ایران اسلامی به نمایش بگذارند. ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم. آمریکا بداند او شیطان بزرگ است و ما شیطان را به زانو در خواهیم آورد. سامانه موشکی خیبر شکن برای اولین بار در مقابل دیدگان شما، نوع موشک بالستیک با سوخت جامد، برد عملیاتی 1450 کیلومتر، نوع سرجنگی جدا شونده شدید الانفجار، پرقدرت و مافوق صوت، دارای قابلیت هدایت، کنترل و ناوبری هوشمند و دقیق سرجنگی تا انتهای مسیر. همینک سامانه موشکی خیبر شکن را مشاهده می‌فرمایید. ملت شریف ایران، ملت غیرتمند و سرفراز ایران اسلامی، همینک مشاهده خواهید فرمود سامانه موشکی رضوان را که برای اولین بار در مقابل دیدگان شما رونمایی می شود. نوع موشک بالستیک با سوخت مایع و تک مرحله‌ای، برد عملیاتی 1400 کیلومتر، نوع سرجنگی جدا شونده شدید الانفجار، دارای قابلیت پرتاب از انواع سکوهای ثابت و متحرک با دو نوع هدایت ضربه سخت و دقت اصابت. همینک سامانه موشکی رضوان را مشاهده می‌فرمایید. سامانه موشکی قدر اچ را ملت شریف ایران مشاهده می‌فرمایند. نوع موشک بالستیک با سوخت مایع و تک مرحله‌ای، برد عملیاتی 1600 کیلومتر، نوع سرجنگی جدا شونده شدید الانفجار، دارای قابلیت پرتاب از انواع سکوهای ثابت و متحرک. همراهان گرامی، سامانه موشکی قدر اچ را مشاهده می‌فرمایید و همینک از مقابل دیدگان شما سامانه موشکی عماد عبور خواهد کرد. نوع موشک بالستیک با سوخت مایع و تک مرحله‌ای، برد عملیاتی 1650 کیلومتر، نوع سرجنگی جدا شونده، دارای قابلیت دقت هدفگیری بسیار بالا، هدایت سرجنگی تا انتها و مانورپذیر تا انتهای مسیر. همینک سامانه موشکی سجیل از مقابل شما عبور می کند. نوع موشک بالستیک با سوخت جامد مرکب به صورت دو مرحله‌ای، برد عملیاتی 2000 کیلومتر، نوع سرجنگی جدا شونده شدید الانفجار، دارای قابلیت شلیک در شرایط مختلف محیطی و آب و هوایی. پهپاد انهدامی رعد 85 نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران. پهپاد چند منظوره آرش، پرنده انهدامی با برد بلند که برای اهداف ثابت و متحرک در دوردست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این پهپاد دوربردترین پهپاد انهدامی دنیاست که در انحصار کشور عزیزمان ایران سرافراز است.